از اینجا به بعدش دیگه میخوایم بریم سراغ تحلیل هایی که میخوایم انجام بدیم. اما همونطور که توی GIS هم اگه تحلیل شبکه انجام داده باشید میدونید اینه که قبل از اینکه ما وارد تحلیل در واقع تحلیل ترافیک بشیم، تحلیل های در واقع شبکه بشیم، باید نتورک دیتا ستمون رو بسازیم. خب نتورک دیتا ست ساختن روش‌های مختلفی وجود داره برای ساختنش، ولی خب طبیعتاً الان که ما داریم داده‌های آنلاین کار میکنیم، بهترین راهش اینه که از همون داده‌های OSM برای ساخت نتورکمون استفاده کنیم. برای این کار ما نیاز داریم مثل در واقع هر وقتی که از داده‌های اوپن استریت مپ می‌خوایم استفاده کنیم، لازمه که اوپن چی بود اسم پکیجش، ببخشید OSM NX رو در واقع وارد کنیم. معمولا هم به عنوان OX ازش استفاده میکنن که بتونیم داده‌های OX رو دانلود کنیم. ولی این بار چون هدف ما در واقع توی پایتون به نتورک ها رو ما به صورت گراف میبینیم، برای همین متغیراشو با جی میذارم معمولا. ما مثلا یه GOSM درست میکنیم. برای اینکه نتورک ها از این دانلود بکنیم، یک دستوری که تو OX وجود داره گراف فرام بیباکسه. گراف ناکن فرام آدرس هست، فرام بیباکس. بیباکس رو دیگه میدونیم دیگه، همون باندریمونه که تعریف کرده بودیم دیگه. الان باید بیباکسمون رو بشناسه و نتورک، فقط نتورک تایپ اونم بهش میدیم که ما درایو رو میخوایم، نتورک سوارم رو میخوایم. خب نتورک هم شامل نقاط میشه که نود بهش میگن، هم شامل اون در واقع مسیرهای حرکت میشه که بهش اج گفته میشه. حالا ما اینا رو به صورت جداگانه میبینیمشون. مثلا اجامون رو اسمش رو میذاریم سگمنت و بهش میگیم که از دستور OX گراف تو GDF استفاده میکنیم و میگیم همین GOSM رو خب توی این حالت نودزاشو فالس میکنیم چون نودز نمیخوایم و اجرا شو ترو میکنیم. پس توی این حالت میشه که همون گراف رو میگیره و توی تبدیلش میکنه به GDF. توی این GDF نودز ها یعنی نقطه هامون فالسن، اجامون تروان. یه دونم OSM نودز میسازیم که همونه، فقط توی این دفعه نودزا رو ترو میذاریم و اجا رو فالس میکنه. اینا رو فقط جدا کردیم چون جداگونه میخوایم باهاشون کار بکنیم. ببینید یه مسئله ای که داریم اینه که ما اینو دانلود کردیم لایه ها رو، ولی لایه های شیپ فایل دیگه و شیپ فایل هایی هم که هستند. ببینید من این چون از چندین در واقع تایل مختلف درست شدن، اینا مثلا تو تایل اولمون اگه ما در واقع یکشون رو انتخاب بکنیم، می‌بینید همه اینایی که مثل هم ترافیکشون مثل همه با هم انتخاب میشن. اینا در واقع
دیگه از هم تفکیک نشدن، ولی ما هر کدوم از این سگمنت ها رو اطلاعات جداگانه‌ش رو میخوایم دیگه. اینا رو همه هم ترافیکی ها و هم در واقع با هم در واقع دیده شدن. توی این حالت ما کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که بیایم یه اسپشال جوین بگیریم با این سگمنت ها رو با این لایه هامون و اطلاعات ترافیکی که توی هر کدوم در واقع اون لایه ترافیکیمون هست و همون کانجستشن و اینهاشو در واقع اضافه کنیم به اطلاعات OSM که داشتیم. خب برای این کار اگه الان اینو من اجراش کنم که بره اینا رو دانلود کنه به صورت متغیر داشته باشیمش، یه خوردم احتمالاً طول میکشه. اگه OSM سگمنت رو ببینیم، حالا تا اون ران میشه من خودشو بنویسم. تو این گراف بوده میبینید یه خورده شکلش متفاوته. UV در واقع شروع و پایان در واقع هر کدوم از این ایجا رو میگه از این نود تا این نوده. بعد برعکسش هم طبیعتا میشه VU، یعنی از برعکس اون مسیر. جدولش خود شبیه جدول معمول نیست، مثل جدولای مرج شده توی در واقع اکسل میمونه. برای اینکه این بعداً برای ما مشکل ایجاد میکنه ما بذار یه پلات هم ازش بگیریم که مطمئن شیم محدودمون رو پوشش میده. آره من اینو کوچیک‌تر کنم. دقیقاً همون محدوده که ما داده داریم که تو همون بی باکسه، از این لحاظ مشکلی نداره. ولی برای اینکه اون مشکل شکلی رو از بین ببریم یه دستور وجود داره به نام ریست ایندکس که ما اگه اینو اجراش کنیم کجا رفت؟ اجرا شد. حالا اگه هد بذارید من فکر کنم این باید ریست ایندکس هم دوباره OSM سگمنت رو تعریف کنم. ببینید دیگه اون مشکل نیستش، دیگه این همشون خط به خط جدا شدن که برای ما به وجود مشکل ایجاد نمیکنه. OSM سگمنت مساوی برای اینکه مطمئن شم این رو تایپی هم نداشته باشم اینو همین میذارم اینجا که در واقع سگمنت هم ایندکسش ریست شده باشه. و حالا از اینجا به بعد دیگه میخوام بیام بگم که این چون ممکنه ما اینجا توی چندین و چند شیپ فایل مختلف داشته باشیم بر اساس تعداد تناوبی که شما خواستید، ما میخوایم در واقع یه فور بنویسیم که این بره تمام شیپ فایل هایی که توی این فولدر هست و در واقع این OS سگمنت رو باهاشون اسپشال جوین بکنه و اتریبیوت کانجستشنشون رو بیاره توی در واقع اضافه کنه. خب برای این کار ما میایم اول تمام فایل هایی که اونجا وجود داره رو توی یه متغیر میذاریم که بعدا بتونیم درونش بریم و اون رو بخونیم. برای این کار احتیاج به یک پکیجی داریم به اسم گلوب. گلوب حالا که وقتی با وبم زیاد کار بکنید زیاد ازش استفاده میکنیم چون تو فایل توش ذخیره میشه. مثلا شما وقتی که میخواید مثلا یه خروجی فایلی از یه وبسایت بگیرید اون رو پایگاه دادهش یه کاری رو انجام میده، خروجیشو میذاره تو گلوب و شما از اون گلوبه دانلودش میکنید به صورت فایل، چون این معمولا اون خروجی که خواستید که به صورت فایل رو سرورش نیست. حالا به غیر از فیلم ها و موسیقی هایی که دانلود میکنید اطلاعاتی که معمولا دانلود میکنید به صورت فایل گذاشته نشده، اینا تو دیتابیس هستند. وقتی میخواد به شما دانلود بده اینو در واقع اگه با پایتون نوشته باشه از گلوب استفاده میکنه.
پس ما گلوب رو در واقع میذاریم و میایم یه دونه متغیر تعریف میکنیم مثلا به اسم ترافیک فایلز و توی این میگیم هر چی فایلی که تو چه آدرسی هست تو همون OS path join همون توی فولدر آتبوت دایرکتوری که ساخته بودیم که همون ترافیک هست دیگه خودش میدونه. فقط چون فایل های عالم فایل های مختلفن و ما همشون رو نمیخوایم فقط .shp شون میخوایم بهش میگیم که اونایی رو بده که از این منطق تبعیت میکنن با ترافیک شروع میشن بعدشون یه دونه یه تعداد کاراکتری وجود داره از ستاره استفاده میکنیم و دات با SHP هم تموم میشه. این به جای ستاره میره میگرده هر چیزی که با ترافیک شروع بشه و با SHP تموم بشه رو فایلاشو میذاره توی ترافیک فایل. الان 2 تاست برای من ولی ممکنه برای شما 10 ها فایل باشه. همه رو میذاره توی یه متغیر به اسم ترافیک فایل و از این به بعد ما میتونیم بریم اینها رو بخونیم. یه متغیرم میسازیم مثلا به اسم ترافیک GDF که میخوایم جو دیتا فریممون اونجا ذخیره بشه. این هم به صورت دیکشنری این بالا میذاریمش که بعد هی اپندش کنیم مثل کاری که قبلا انجام میدادیم. خب حالا میایم بهش میگیم for file مثلا path in traffic file. خب اول میخوایم در واقع اون تایم استمپ رو جدا بکنیم چون میخوایم ازش استفاده بکنیم. این تایم استمپی که اینجا گذاشتیم 2025-10-31 اینو میخوایم داشته باشیمش که بعدا ازش استفاده کنیم و تو اسم فیلدا بیاریمش. من یه دونه در واقع متغیر دیگه میسازم اینجا اسمش رو میذارم تایم استمپ چون دیگه اون یکی کارمون باش تموم شده دیگه لازمش نداریم و بهش میگیم که OS path این دفعه از بیس نیمش استفاده میکنیم چون اسم فایل رو میخوایم بگیریم. میگیم از همین فایل پسه که داری میگیری بهش میگیم که فایل پس رو بیاره یعنی میشه در واقع آدرس کامل این SHP ترافیک آندرلاین 25-10-31 تا آخرش SHP. میگیم که این از اینو که گرفتی به صورت یه تکست داشتی ترافیک آندرلاین 20شو حذف کن میگیم ریپلیسش کن با هیچی. خب و بازم یه دونه ریپلیس دیگه بهش اضافه میکنیم میگیم که دات sh این مثل فایند اند ریپلیسه دات shp هم ریپلیس کن با هیچی. خب پس این طبیعتا باید بره فایل پس تک تک این فایل پس ها رو بگیره و این دوتا رو حذف بکنه فقط همون از 25-10-31 آندرلاین ساعت و دقیقه رو به ما بده. خب یه بار اینو پرینت بگیریم ببینیم درست داره به اون میده. خب این OS سگمنت ریست شده با این کار ببینیم چی داد. آره دیگه 25-10-31 آندرلاین ساعت دقیقه ساعت دقیقه. این دیگه کوتاه‌ترین تعداد کاراکتریه که میتونیم داشته باشیم برای کاری که میخوایم انجام بدیم. خب حالا که تایم استمپمون رو داریم حالا
یه دونه GDF میسازیم، جو دیتا فریم میسازیم از همون دستور GPD read file. از چه آدرسی بخونه؟ همین فایل پسی که داره میره تک تکشون رو جمع کرده، یعنی هر دفعه میره آدرس شیپ فایل جدید میذاره اینجا. چون حالا این یه نکته ایه که چون CRS های اون داده های مپباکس با OSM فرق میکنه. OSM دیده بودیم 4326 بود، ولی اون یکی یه CRS دیگه اصلا عددش یادم نمیاد. اینو میگیم که تو CRS میزنیم، چون ما همون 4326 میخوایم باشه، میگیم از همون OSM سگمنت هر چی که اونه دیگه دستی وارد نمیکنه. CRSش رو تبدیل کن به چون اسپشال جوین هم میخوایم انجام بدیم مهمه که CRSش چیه. بعد حالا میگیم که توی همون ترافیک GDP توی ترافیک GDF سمون بیا یه دونه کی درست بکن. توی دیکشنری گفتیم کی ولیو دیگه، یه کی درست بکن به اسم تایم استمپ، یعنی همون تاریخمون. ببخشید کوتیشن نباید میذاشتم، تایم استمپ، و توش همین GDF رو قرار بده. خب پس این هی باید بیاد کی های جدیدی توی اون دیکشنری درست بکنه به تعداد در واقع چیزهایی که داشتیم و توش محتویات اون GDF رو بذاره، جو دیتا فریم که یه جدوله رو بذاره توی اون دیکشنری، توی اون کی خاص. خب حالا ما بیایم یه دونه حالا بعد از اینکه این کار رو انجام داد یه دونه در واقع ترافیک GDF همون رو ببینیم، یه پرینت بگیریم. پرینت یعنی یه دیکشنری ساخته، تاریخ اول گذاشته، بعد تمام اون جدول مربوط به اونو گذاشته توش، بعد یه دونه دیگه هم ساخته توی اینجا، حالا یادم محتویاتش. پس این کار رو درست انجام داد. خب حالا ما یه سری چیزا هم احتیاج داریم در واقع. حالا بریم یه خورده جلوتر، بعد که احتیاج پیدا کردیم میسازیمش. حالا اینجا باید یه سری کارهای دیگه هم بکنیم، ولی حالا میخوام بفهمیم که چی کار کردیم. حالا میخوایم بریم توی این در واقع توی این GDFی که ساخته شده. پس دیگه از فور خارج میشیم، میگیم فور تایم استمپ، و توی دیکشنریمون اینجوری بود دیگه، یه تایم استمپ داشتیم و یه دونم GDF توش داشتیم. این ترافیک GDF. خب میخوایم بریم توی این آیتم هاشو بگیره، توی آیتم هایی که داره. حالا ما میخوایم بگیم جوین انجام بده دیگه. میخوایم بگیم که اول بیاد یه متغیر بسازه به نام joined و توی اون GPD رو از جوپانداز SJoin، چون در واقع جوین فضایی میخواد انجام بده، و بیاد چیکار بکنه؟ این OSM سگمنت رو جوین کنه با اون TGDF. این هر دفعه یک کدوم از اونا رو از اون جو دیتا فریم در میاره و میذاره اینجا. خب وقتی که حالا از اون، چون حالا یک سری
فیلدهای مختلفی هم داره، ما همه فیلداشو که نمیخوایم. ما فیلد جیومتریشو میخوایم و فیلد کانجسشنشو. اگه درست تایپ کنم، میگم این دوتا رو بیاره که فیلدهای اضافی نیاره توی اینجا و یه OSM رو با TGDF جوین کنه. هامونم میذاریم left، یعنی مبنا OSM سگمنت باشه و پردیکیت هم میذاریم اینترسکت، چون گفتیم میخوایم ببینیم اون زیریه چیه. هرچی بود وضعیتش برای این وارد کن. حالا برای اینکه ما واضح تر ببینیم که چی کار کردیم، من اینا رو زیر هم بذارم. OSM رو گرفته، با TGDF که هی تغییر میکنه، هر دفعه یک کدوم از اون فایل ها رو میذاره و اینم که پس این یه متغیر ساخته به اسم جوین که اینا رو اسپشال جوین میکنه و میاره اینجا. و دیگه بعد از اینکه اسپشال جوین کرد، چون حاصل اسپشال جوین یه چیز خیلی به هم ریخته است، چون یا عالمه جایگشت‌های مختلف، تعداد خیلی زیادی داپلیکیت ما بعضی وقتا پیدا میکنیم، میگیم که بعد بیا گروپ کن، گروپ بای بکن مثل سامرایز کردن و به ازای هر دونه سگمنتمون یه دونه فایل، در واقع یه دونه رکورد بیار. پس ما باید بیایم جوینمون رو یه بار دیگه تعریف کنیم. میگیم joined group by. یه مشکلی که در واقع با فایل‌های OSM دارند اینه که اگه OSM همو پاک کردم، آره خروجی شد. بذار من اینجا یه دونه از OSM همون هد بگیرم. یه OSM ID داریم، ولی OSM ID خیلی قابل اعتبار نیست. ما وقتی بخوایم گروپ بای کنیم یه دونه منحصر به فرد میخوایم دیگه، که همیشه یه چیزی توش وارد شده باشه و منحصر به فرد باشه. ولی OSM ID همیشه معمولا یه سری چیزا ممکنه لیست وارد شده باشه توشون به جای اینکه یک عدد ثابت باشه و خیلی معتبر نیست. ما چون اینجا در واقع UV و کی رو داریم، میگیم گروپ بای بکن، اینا مبنای اجرای ما هستن، میگیم گروپ بای بکن با اونایی که با هم UV و کی، یعنی اونایی که این ستاشون ثابت مثل هم باشه. توی این گروپ بایمون میذاریم به جای اینکه یه فیلد رو مشخص کنیم 3 تا فیلد رو مشخص میکنیم. اگه فیلد منحصر به فرد داشتیم و مطمئن بودیم دیگه لازم نبود این کارو کنیم، همون یه دونه رو میدادیم، ولی الان که نداریم این کار رو انجام میدیم که مطمئن باشیم به ازای هر یو و وی و کی منحصر به فرد یه دونه فقط رکورد وجود داره. تو این حالت هم بهش میگیم که اگریگیت کنه چه چیزی رو اگه چند تا وجود داشت، که قطعا گفتم تو حالت اسپشال جوین معمولا از این حالت ها به وجود میاد، میگیم اگر چند تا وجود داشت ما فیلد کانجسشن رو میخوایم، ولی کانجسشن چون به صورت تکست وارد شده بهش میگیم که اولینی که پیدا کردی، دیگه نمیتونیم بهش بگیم میانگین یا سامرایز یا این چیزها، میتونیم فقط بهش بگیم فرست یا لاست. میگیم اولین چیزی که پیدا کردی رو توی هم وقتی سامرایز کردی بیار بذار. خب وقتی گروپ بای کردیم حالا بهش میگیم که توی این وقتی این کار کردی دوباره جوین اسم، چون داری حلقه رو واسه انجام میده این تا الان اوکیه، ولی مسئله اینه که اسم فیلد کانجسشنه.
دفعه دومم دوباره اسم فیلد کانجسشنه برای فایل دوم و این باعث میشه که دوباره دومیه رو همین بریزه دیگه این ما ولی یه فیلد جداگانه واسه هر کدوم از این فایل ها میخوایم که به جدول OSM مون اضافه بشه. پس میایم اینجا میگیم joint، توی اینجا بیا و رینیم انجام بده. رینیم انجام بده. چه چیزی رو رینیم انجام بده؟ ستونو. چه ستونیو؟ اینجا تو دیکشنری بهش میگیم ستونی که اسمش کانجسشنه رو به چی تغییر بده؟ مثلا یه مخفف CG میذاریم براش که خیلی طولانی نشه و همون تایم استمپی که داشتیم توی این فرم، یعنی تو دیکشنری مون هم وارد کرده بودیم. پس میاد یه فیلد جدید این فیلد کانجسشن اسمش میذاره CG آندرلاین اون زمانی که دانلود شده اون فایله که دیگه اینو به صورت یه اتریبیوت داشته باشیم. بعد از اینکه این کار کردی بیا حالا OSM سگمنت رو مرج کن با join، چون دوباره یه عالم فیلد داره این ما بهش میگیم که یه سری فیلدهای به خصوصی رو بیاره. ما همون یو چون مبنای در واقع جوینمون این خواهد بود یو رو میخواییم و وی رو میخواییم و کی رو میخواییم و دیگه همین فیلدی که ساختیم اسمش چی بود؟ CG underline TS دیگه اسم فیلد رو این گذاشته. خب حالا بر چه مبنایی جوین بکنه؟ این تا اینجا که درسته. بعد فیلد مشترک هم بهش بگیم دیگه، چون یه فیلد مشترک هم نداریم دوباره اینجا باید بهش آنم دوباره بگیم بر اساس همون سه تا فیلدمون یو ویو کی. خب آنمونم که تعریف کردیم، هامونم که میذاریم لفت یعنی همون OSM سگمنتمون میخوایم باشه. اینو الان میگه تو کوتیشن باید بذاریم که میگیم اوکی. خب تا اینجا درسته. خب پس میاد اینا رو بر میداره و میذاره اینجا و اینجا کار درسته و جوین میکنه. ولی حالا بذار یه بار اینو اجراش بکنیم تا بگم چه نواقصی داره، ببینیم اصلا درست تایپ کردیم همه رو، ایراد نداریم. آیتمز بکنم پرانتز باز و بسته باید بذاریم. بله دیگه چه ایرادی داریم؟ چه خطی؟ insert no level 0 already exists تو کدوم فایل؟ واسم سگمنت بذارم اینا خارج کنم اصلا یه بار بیشتر. یه پیشرفتی کردیم. چی میگه؟ به این
گیر داد. اس جوین آها دوتا، چون دوتا در واقع چند فیلد میخوایم بذاریم، دوتا براکت داشت. خب بریم ببینیم بعدی چه ایرادی داره. GPDS جوین ایرادش چیه؟ آها اینترسکتس دیگه چه ایرادی داریم؟ چرا گیر داده؟ همینجا جیومتری و کانجسشن لفت اینترسکت اینا که درسته. GPDS جوین چرا ایراد؟ عجیب. بذار اینو بردارم. خب ایراد از این ریست اندکس هم بود که چون دو بار ما اینو اجرا کرده بودیم، دو بار ریست کرده بود، دو بار فیلد ایندکس ساخته بود، مشکل ایجاد کرده بود. برای اینکه مشکل حل بشه، من کاری که انجام دادم این بود که اومدم یه بار دیگه این OSM سگمنت رو ساختم که دوباره OSM سگمنت و نود دوباره ساخته بشن. بعد اومدم توی اینجا یه بار دیگه سگمنت رو ریست کردم، این بار فقط یه بار، و بعدش دیگه اومدم اینجا همون کدی که داشتم می نوشتم و طبیعتا اگر اجرا کنم دیگه نباید با اون مشکل، شاید به مشکل دیگه بخورم ولی اون مشکل این حالا چی میگه؟ میگه UV key not in index. خب ببینیم مشکل چی.
آها ببخش joint اینم بذارید من بیارم خط پایین که مشخص شه چیکار کردیم. با HTTPS رو که درست دادیم یکی آها من اینو داشتم نه باید مشکلی باشه حالا ولی اینو بذارم باشه ببینیم اینجا چه مشکلی دوباره بیاریمشون اه، یویکی هم توی ایندکس نیست خب، چرا نیست یویکی توی ایندکس هست دیگه چرا نیست؟ اذیت میکنه یه بار دیگه خب، ایندکسش هم ریست شد دوباره خب بریم بالا ببینیم اصلا ایندکس توی پایگاه داده خیلی چیز حساسی اینو بعد از اینکه گروپ بایم میکنیم یه بار باید ایندکسش رو ریست کنیم که دوباره ترتیب درستی بگیره و ما بتونیم باش کار بکنیم احتمالا مشکل ما سر این بوده این هم اجراش بکنیم آره خب حالا اگه ما OSM ایندکس رو OSM سگمنت رو ببینیم این بری هم بزنیم که واضح ببینیم اینجا با ویو داریم فیلدهای OSM رو داریم که خیلی خوبه و دو تا چیز هم داریم که میگه که توی این دو تا ساعت کانجسشنش چجوری بوده لو بوده خب این چون توصیف کیفیه خیلی به درد ما نمیخوره ما باید اینو تبدیلش کنیم به در واقع یک معیار کمی تا به کارمون بیاد یعنی به جای اینکه اینجا لو بنویسه مثلا ما بگه که چه زمانی طول میکشه که در واقع این مسیر طی بشه توی این سطح از ترافیک با این طولی که داره و با این ماکسیموم اسپیدی که
توش وجود داره. خب برای این کار ما میایم اینجا رو یه خورده تغییرش میدیم. توی این فوری که نوشتیم ما میایم یه سری چیزهای دیگه هم در واقع قبل از اینکه فورو تعریف کنیم اینجا میایم یه سری چیزها رو اینجا مشخص میکنیم. یه ماکسیموم اسپید داریم که این خیلی مبنای ماست که سرعت تو حالتی که در واقع هیچ ترافیکی توش نباشه ما فرض میکنیم که توی این معبر این میزان 3 کیلومتره. معبرهای فرعی معمولا ماکسیموم اسپیدشون 3 کیلومتره. ما اونو میذاریم مبنای کاره. فقط نکته‌ای که هست باز توی فیلدهای OSM چون به صورت ویکی پر میشه و آدمو پر میکنن بعضی وقتا چیزایی که محتوایی که توی فیلد هست خیلی چون همشون عین هم نیستند، عین هم وارد نشدن، خیلی قابل استفاده نیست. ما احتیاج به مرحله کلینگ کردن داریم. ما میگیم یه فیلد جدید تو اسپید میسازیم، مثلا اسمش میذاریم ماکس اسپید، چون اون کیلومتر بر مربع کیلومتر بر ساعته، مثلا kmh میذاریم اسمش. خب میگیم توی این بیا OSM سگمنت ماکس اسپید رو بگیر ولی یه کاری روش انجام بده. اسم فیلدش چی بود؟ ماکس اسپید نمیاد. ما میخوایم اینو تبدیل به عددش بکنیم. یه عالمه دستور برای تبدیل به عدد کردن وجود داره ولی یکی از کم خطاترین اونها یه دستور پاندا به نام پاندا تو نامبریک. اینو میگه تبدیل به عددش بکنه اگه عددی نبود و این نکته مهمش اینه اگر به ارور خوردی کورس گیر نده. خب پس این میاد فیلد ما اسپید میخوره. ولی این نکته‌ای که ما داریم تو اسم اسپید اینه که یه سری معبرها اصلا ماکسیموم اسپید نخورده. ما فرض میکنیم معبرایی که ماکسیموم اسپید نخوردن یعنی نال اطلاعاتش under 9 کیلومتر بالایی هست. کوتیشنشان هست. همین بذارم فیلد جدید هست. کوتیشن بیار همین رو بذار ولی تو حالتی که نال بود فیلنا این کار بزن سی. اونایی هم که نخورده رو همون یعنی ماکسیموم اسپید حداقلی که وجود داره رو توش وارد فرض میکنیم. اونایی که وارد نشده معبرهای فرعی ان که همون ماکسیموم اسپیدشون. خب کیلومتر بر ساعت خوبه برای ما مفهومه ولی برای اینکه ما واحد اندازه‌گیریمون متره و میخوایم ببینیم مثلا یه معبر مثلا 200 متری چقدر طول میکشه تا اون طی بشه ما یه فیلد دیگه هم میسازیم مثلا همین ماکسیموم اسپید ولی به جای کیلومتر بر ساعت اسمش رو میذاریم متر بر ثانیه. زمانمون هم ثانیه ما میذاریم اندازه‌گیری میکنیم. توی اینجا دیگه همون فرمول معروف رو میذاریم دیگه. برای اینکه کیلومتر بر ساعت تبدیلش بکنیم به متر بر ثانیه باید ضرب در 1000ش کنیم تقسیم بر 3600 بکنیم دیگه. ضرب در 1000 تقسیم بر 3600 باید بکنه در واقع ماکسیموم اسپید متر بر ثانیه به ما بده. خب این حل شد. این مشکل این فیلدهای ما حل میشه دیگه. میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه زمان رو محاسبه بکنیم. اما یه مشکل دیگه هم داشتیم دیگه. این بود که توی خروجی که مپ باکس به ما میداد کیفی بود.
و اون کیفیه خیلی نمیتونه ملاک باشه دیگه. ما میخوایم در واقع اینو تبدیلش کنیم به کمی که بتونیم بعدا ازش استفاده کنیم. ما یه دونه دیکشنری میسازیم و به معنی در واقع واقعی دیکشنری ترجمه میکنیم که اون کیفیا چه معنای عددی دارن. مثلا اسمش رو بذاریم congestion factors مساویه. توی اینجا میایم توی این میگیم که مثلا ما اگه لو خورده بود، همونجوری که توی اخبار درباره ترافیک صحبت میکنن اینجا هم همونجوری وارد شد، یه ضریب میذاریم براش، میگیم سرعتمون احتمالاً 9 سرعت واقعیه، یعنی ماکسیموم اسپیده، چون فرض میکنیم یه سری ها مثلا نخورده ترافیک براشون لو هست، یه چیزی رو میبینه که لو زده دیگه، ولی اونایی که اصلا نخورده احتمالا هیچی ترافیک نمیبینه. پس 9 میذاریم. اگر در واقع مادریت خوردش بود، بهتره اینا رو البته کپی کنید چون دیکتیشنش ممکنه اشتباه باشه. مثلا 7 به سرعت واقعی میشه. اگر هوی خورده بود، برای اینکه کپی کنیم میتونیم بیایم از همین جدولی که اینجا وجود داشت مثلا اینو بذاریم مادریت رو بیاریم اینجا که دیگه اشتباه هم نکنیم دیگه. هوی البته احتمالا بعد از این همه سال اشتباه ننویسم ولی اطمینان نیست. مثلا نصف سرعت واقعی بود و اگر سیویر خورده بود که یعنی خیلی شدید، توی اینجا مثلا میذاریم 0.3 سرعت ماکسیموم اسپید توش جابجا میشه. پس این کانجستشن فاکتورمونه که بعدا میخوام ازش استفاده کنیم، از این دیکشنری استفاده کنیم برای اینکه ترجمه کنیم. خب حالا که اینا رو قبل از فورمون در واقع اعمال کردیم، تعریف کردیم، در واقع میتونیم تو بیایم بگیم تو هر مرحله‌ای که داری این کار رو انجام میدی بیا و فیلدهای دیگه ای هم بساز. بعد از اینکه اینو ساخت تو همین فور بیا مثلا یه دونه فیلد دیگه بساز به نام مثلا OSM segment. فیلد جدید گفتیم با این ساخته میشه. برای اینکه میخوایم توی فیلد جدیدمون هم اون تایم استفاده بشه از F استفاده میکنیم. مثلا اسمش رو میذاریم همون congestion weight underline همین TS. اینجا میخوایم اون در واقع وزن عددی خورده بشه به جای اینکه اون توصیف کیفیه. میگیم که اون توصیف کیفیه رو بیار که تو چه فیلدی بود، همینجا درستش کرده بودیم دیگه، همینجا کپیش میکنیم که اشتباه نزنیمش. ولی میگیم بیا اینجا مپ کن. در واقع بر چه اساسی مپ کنه؟ مپ خیلی تابع جذابیه، میاد در واقع محتویات رو با یه دیکشنری چک میکنه، ارزش های که تو اون دیکشنری وارد شده رو میاره با همون دیکشنری که گذاشته بودیم کانجستشن فاکتور. و بهش هم میگیم اگر چیزی نخورده بود ضریب رو بذار 1، یعنی همون ماکسیموم اسپید دیگه. اگه نخورده بود احتمالا هیچ ترافیکی توش نبوده و با همون حد اکثر سرعت میشه از توش رد شد. خب این پس یک فیلد اینجا میشه. یه فیلد دیگه میسازیم، میخوایم سرعت رو حالا اینجا اصلاح کنیم. اون ماکسیموم اسپیدی که داشتیم میخوایم اصلاحش بکنیم و دیگه اون سرعت واقعی رو توش بیاریم، سرعت واقعی با توجه به ترافیک. مثلا یه فیلد جدید میسازیم به نام adjust speed، دوباره توش همون TS رو میذاریم که برای هر کدومش یه فیلد جدید ساخته بشه، هر کدوم از زمانهایی که آوردیم. و توی اینجا میگیم که اون سرعت
همون از اون OSM سگمنت اون ماکس اسپید MPS رو بگیر ضرب در چی بکن، همین ویته که گذاشتیم. این اصلا این کاری کردیم که این بتونیم سرعت رو باش اصلاح کنیم دیگه. خب حالا سرعت واقعی رو دیگه توی این ذخیره میشه. و حالا اینو که ساختیم، حالا یه فیلد دیگه هم میسازیم، مثلا OSM segment F توی این مثلا میخوایم ترابل تایم ذخیره بشه، که بگیم حالا با توجه به این سرعت واقعی که تو اینجا ساخته شد چقدر طول میکشه این معبر با این طول طی بشه. مثلا اینو توی تحلیلمون بیاریم دیگه. میگیم که بیار OSM segment یه دونه متغیر داشت به نام length، یه دونه فیلد داشتیم به نام length که طولش در واقع آورده شده بود. میگیم length رو تقسیم برای چی بکن؟ اون سرعتی که adjust شده دیگه. خیلی هم نگران اون تو مخرجش نباید باشیم دیگه، چون که همه اونایی که نخورده بوده که 30 گذاشتیم، اون ضریبه هم که گذاشتیم اونایی که نخورده 1 زده بشه دیگه. بنابراین مگر اینکه یک نفر در واقع تو کسایی که داده وارد کرده سرعت یه معبر رو 0 گذاشته باشه، نباید ایراد خاصی اینجا به وجود بیاد، وگرنه باید یه فکر واسه اون مخرج هم میکردیم. خب دیگه همه فیلدهایی که میخواستیم و دیگه ساختیم. فقط چون یه بار این فیلدها اضافه شده، برای اینکه تکراری نشه یه بار دیگه میام OSM رو میسازیم که دوباره از اول OSM شکل بگیره. بعد ایندکسش هم ریست میکنیم و حالا دیگه اینا اجراش کنیم. باید تمام این فیلدها رو به ما بده. بعد اولی راداش رو بگیره. خداش چه تجربه عجیب. حالا باید علاوه بر اون دوتا فیلد به جای دوتا فیلد چندین فیلد بسازه دیگه. برای هر کدوم از اونها یا CG حالا یه رندومی آورده که نانم خورده. نانم بد نیست دیگه، چون تو حالت نانم گفته بودیم چی کار بکنه. گفتیم اگه نان خورده بود 1 بذاره، سرعتش adjust ماکسیموم اسپیدی که متر بر ثانیه داشته همون ماکسیموم اسپید، تایمینگ هم که طی میکنه 4.2 ثانیه، چون طول معبر 35 متر 35 متر رو تو 4 ثانیه طی میکنه. و توی این حالت یه دونه دیگه هم تا سمپل بگیریم که ترافیکی داشته باشه. اینجا اینجا ماکسیموم اسپیدمون 30 کیلومتره که میشه 8 متر بر ثانیه. تو حالتی که چون لو بوده ضریب 9 دهم گرفته، این 8 و 3 دهم شده 7.5 متر بر ثانیه سرعتش، که تو 3 و 2 دهم ثانیه. چون ما 5 دقیقه گرفتیم، احتمال اینکه ترافیک ها هم خیلی هاشون شبیه هم باشه هست. این گفتم تو حالت عادی اینقدر با ضرب کوچیک نمیگیریم. خب پس الان دیگه خیلی فیلدهای جذابی به OSM مون اضافه شد. دیگه کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم حالا نتورکمون رو بسازیم، چون دیگه فیلدهای مورد نظرمون رو داریم. برای اینکه نتورک بسازیم ما به یه در واقع پکیج احتیاج داریم به نام نتورک X اگه اشتباه نکنم. بله، که به اسم NX هم معمولا معرفیش میکنم. توی اینجا ما هم گفتم دیگه، چون نتورک ها رو به صورت گراف میبینیم دیگه، این چون گراف اصلیمونه اسمشو میذاریم NX، اسمشو میذاریم G و میگیم که NX ما یه NX یه گراف مولتی دایمنشن میخوایم بسازیم. خب اول یه گراف خالی درست میکنیم، بعد پرش میکنیم. خب
اول اجاشو پر میکنیم، یعنی همین معبرهایی که توش وجود داره، یعنی همون سگمنت هایی که از OSM گرفته بودیم. پس میایم میگیم که for IDX و row in OSM segment، اینا رو دیگه میدونید. بیار دیگه. آره ایتر رو. خب اول گفتیم UV دیگه خیلی معنا داره توی این مثلا گراف بر اساس همین UV ساخته میشه که گفتیم مبدا مقصد هر کدوم از این ایجاد مشخص میشه. این که تو فیلد U V هم تو فیلد V لنگس هم منتظر بودم تو فیلد لنگس. و حالا دو تا تایم هم داریم دیگه، من اینا رو دیگه تایم 1 و 2 میذارم که دیگه خیلی سخت نباشه بعدم فرا خوندنش. اینم توی فیلد یه تایم داریم دیگه، زمان طی شدن اینا رو داریم دیگه، برای اینکه اسمش اشتباه نزنم کپی میکنم. زمان اولمون تو فیلد این فیلد، زمان دوممونم توی این فیلده. اینا همه اتریبیوت هاییه که داریم به نتورکمون اضافه میکنیم که بعدا بر اساسش بتونیم تحلیل انجام بدیم. خب حالا که اتریبیوتامون رو اضافه کردیم دیگه فقط بهش میگیم که به این جیه اینو به صورت اج اضافه کن. پس تو تک تک این روها که سگمنت های ما بودن میریم و اینا رو اضافه میکنیم. میگیم چیا رو اضافه کنیم؟ میگیم یو ویو، حالا لنگس بشه لنگس، چون تایم 1 بشه تایم 1 و تایم 2 هم بشه تایم 2. خب اینا میشن تمام ایجای ما که اضافه میشن به این نتورک دیتا ستی که ساختیم. پس میره تمام آرزه هایی که تو OSM سگمنت بودند و اتریبیوت های زیادی هم داشتن اینا رو میاره به شبکمون اضافه میکنه. بعد اینجا یه چیز دیگه هم میذاریم، میگیم که اگر ما یه فیلدی هم داشتیم به اسم وان وی دیگه، توی خوبی وان وی میگیم که اگر وان وی نبود if not row one way چیکار کنه؟ اگر وان وی نبود علاوه بر این که ایج یو وی رو درست میکنی ایج وی یو هم درست بکن، یعنی برعکسش هم درست با همین اتریبیوت ها، یعنی هم میشه از یو به وی رفت هم میشه از وی به یو رفت، زمانش هم فرض میکنیم که همینه کلا. خب اینم که پس ساختش شد، ببینیم ساخته میشه، ساخته شد. بعد حالا این کارو برای چیز هم میخوایم انجام بدیم دیگه، نودامون هم میخوایم انجام بدیم، چون گراف باید نود هم داشته باشه. ولی نودا رو قبلا از اوپن استریت مپ گرفته بودیم دیگه، به اسم OSM نود ذخیرش کرده بودیم. پس یه دونه دیگه هم اینجا میسازیم IDX و رو این OSM
این دفعه نوتس. تو این حالت بیا میگیم که اتریبیوت هاشو، همه اتریبیوت هایی که داشت رو به صورت یه اتریبیوش همشون رو به غیر از جیومتری هرچی توش بود بیار، فقط جیومتریشو دراپ کن و اینا رو هم به دیکت تبدیل کن، اینو به دیکشنری تبدیل کن. خب مثلا ساختیم به یه اتریبیوت هایی ساختیم به اسم ATRS و توی اینجا جیومتریشو به این شکل بهش میگیم. جیومتری اینو چجوری تعریف کنه؟ از در واقع همون رو جیومتری بخون و اینا رو حالا اضافه کن به عنوان نود اضافه کن به جی. پس میره تک تک نودایی که اونجا وجود داشت جیومتریشو جدا میگیره، اتریبیوت های دیگرش هم میگیره، همش هم اضافه میکنه به IDX و اتریبیوت هایی که داشت. اضافه میکنه به اونجا. خب اینم اجرا کنیم. الان نودامون ایجاش اضافه شد، گرافمون نوداش هم اضافه شد. فقط تنها چیزی که میمونه قبل از اینکه ازش استفاده کنیم اینه که CRSش رو تعریف کنیم. میزنیم g graphs، ببخشید CRSش چی باشه؟ CRSش هم حالا میتونیم بهش بگیم همون OSM CRS OSM segment که نخواهیم تایپ کنیم CRSش. خب حالا این حالا GMA هم که در واقع نتورک دیتا ست ماست، هم اجاش مشخصه، اتریبیوت های خوبی هم داره، نودم داره داریم. حالا میخوایم بیایم تحلیل در واقع شبکمون رو انجام بدیم که دیگه از اینجا به بعدش کار دشواری نیست. خب حالا که الان دیگه نتورک دیتا ست کاملمون رو با اتریبیوت زمان و اینا داریم، میتونیم تحلیلمون رو انجام بدیم. برای اینکه تحلیلمون رو انجام بدیم در واقع ما یه تحلیل سرویس اریای ساده میخوایم انجام بدیم، ولی سرویس اریا رو معمولا ما متری حساب میکردیم، ولی الان که دیگه زمان داریم میخوایم زمانی انجام بدیم. مثلا بگیم تو فاصله 10 دقیقه بیمارستان های موجود توی محدوده ما چه محدوده ای رو پوشش میده. دیگه الان چون ترافیک رو در نظر گرفتیم 10 دقیقه تو زمان 1 ما با 10 دقیقه تو زمان 2 ما متفاوته و اینو میتونیم با هم دیگه تحلیلش بکنیم. البته میگم توی این مثال که ما کردیم در واقع چون 5 دقیقه فاصله این زمانا رو گرفتیم این تفاوت شاید خیلی واضح نتونیم ببینیم، ولی اگر در واقع خودتون با زمان بیشتری بذارید، مثلا یکی رو ساعت 8 صبح بگیرید یکی رو ساعت 10 صبح بگیرید، این 10 دقیقه خیلی تفاوتش واضح خواهد بود. اما فرایند همینه. خب دیگه بیمارستان ها هم دیگه لازم است داده رو خودمون وارد کنیم دیگه، از همون OSM میگیریم. فقط برای اینکه داده رو بتونیم تعریف کنیم ما نیاز داشتیم یه اتریبیوت تگز تعریف بکنیم که توش مثلا بگیم amenity.
هاسپیتال باشه و دیگه توی اینجا مثلا یه دونه میسازیم هاسپیتالز مساوی همون OX فیچر قبلا که در واقع استفاده می‌کردیم فیچر فرام پلیس می‌گرفتیم که پلیس رو به صورت دستی مثلا میگفتیم تو تهران همه رو به ما بده، ولی دیگه چون ما میخوایم تو همون محدوده بی باکسمون ببینیم چه چیزی وجود داره، به جای فیچر فرام پلیس از فیچر فرام بی باکس میذاریم و دیگه توی پرانتز دیگه اون بی باکسمون رو وارد میکنیم و تگزمون رو وارد میکنیم. دیگه اینجا باید بیمارستان ها رو به ما بده، فقط برای اینکه مطمئن بشیم که بیمارستانمون در واقع بیمارستانی توی محدودمون بوده که می‌دونیم آره تو محدودمون 50 تا بیمارستان هست. بذار ببینم فایر استیشن چقدر داریم. در یک کمتره فایر استیشن بگیریم که تحلیلمون طولانی نشه. فایر استیشن 12 تا فایر استیشن تو بودستان. باز بهتره دیگه اسم این مطالعه رو می‌ذاریم فایر استیشن که تحلیل کمتری انجام اسم می‌ذاریم که یادمون باشه. خب اینو گوش کنیم. نداریم. برای اینکه در واقع تحلیل شبکه رو انجام بدیم، خود اون موقعیت اون در واقع فایر استیشن رو نمیتونیم بیاریمش توی تحلیل شبکه، باید یه نود نزدیک اون فایر استیشن رو پیدا بکنیم که اون مبنای تحلیل قرار بگیره. برای اینکه نود رو پیدا بکنیم یه فیلد میسازیم توی فایر استیشن به اسم مثلا نزدیکترین نود و توی اون از یه در واقع از این موقعیت مکانی این در واقع فایر استیشنه. یه چیزی رو من یادم قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم، ما رو تا اینجاش نوشتیم پاکش نکنیم، ولی گفتیم که اینا هم پوینت میتونن باشن هم پلیگون باشن. بنابراین ما میایم اینجا بهش میگیم فقط اون پوینت ها رو به ما بده. فایر استیشن مساوی فایر استیشن که فایر استیشن جیومتری تایپش مساوی پوینت باشه. خب اینو اجراش بکنیم، دوباره یه لن بگیریم، احتمال تعدادش کمتر میشه دیگه چون اونجا هم پلیگونا رو گرفته بود هم آره 6 تا شد. خب حالا توی اینجا دیگه میایم میگیم که جیومتری بر اساس جیومتریش بیا یه کاری بکن، اپلای کن. میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم یه تابع اینجا ران بشه، یه تابع برای اینکه در واقع یه تابعی که یه کاری رو برای تک تک این آرزوها انجام بشه. میتونستیم یه تابع جداگونه بنویسیم یا اینکه یه فور بنویسیم این کار رو انجام بدیم. تابع های بدون نام و با این دستور لامدا وارد میکنن. میگیم که یه متغیر تو تابعمون تعریف میکنیم به اسم جوم. میگیم برای هر کدوم از اینها بیا از دستورای OX نیرست نود رو
اجرا کن نیرست نود و بر اساس همین گرافی که ساختیم بالاتر و نیرست نود و بر اساس این جیومتری ایکس و وایی که در واقع توی متغیرهای جیومتری هست ذخیره. خب پس این کار که انجام بدیم دیگه باید توی فایر استیشنمون یه فیلد اضافه شده باشه که نیرست نودش خورده، نزدیکترین نود خورده باشه. این میخوایم مبنای کارمون باشه از این به بعد برای تحلیل شبکه. خب حالا یک کاتاف هم متغیر کاتاف هم تعریف میکنیم که بگیم سرویس اریامون میخوایم تا چه فاصله باشه. چون ثانیه است ما مثلا از میخوایم 10 دقیقه باشه 10 ضرب در 60 میکنیم که به ثانیه داشته باشیمش. و حالا چون دو تا سرویس ریام میخوایم در واقع تعریف بکنیم، یه سرویس تایم 1 میذاریم تعریف میکنیم که بعدا اینا رو پر کنیم، یه سرویس تایم 2. اینا رو به صورت یه لیست خالی تعریف میکنیم تا بعدا بریم پرشون کنیم. حالا میایم میگیم که for idx و مثلا اینجا میذاریم fs که یادمون باشه فایر استیشن، هر کدوم از این فایر استیشن هاست. توی فایر استیشن ها آره توی اینا برو تو هر کدوم از فایر استیشن ها میخوایم یه سرویس اریا برای هر کدوم از فایر استیشن ها بسازیم دیگه. نیرست نودمون که میشه همون چیزی که توی فیلد نیرست نود خورده، نیرست یا متغیر تعریف کنیم نیرست نود و میگیم اینو از همین فیلد نیرست نودی که بالا تعریف کردیم. حالا برای که اشتباه بیش نکنم بیارم اینجا اینو بیار. حالا میخوایم در واقع سرویس اریامون رو بسازیم. سرویس اریای تایم 1 ما یه تحلیل شبکه است دیگه، بنابراین باید در واقع از همون پکیج NX استفاده کنیم. یه تحلیل شبکه به طرز شوخیواری یه اسم خیلی بزرگی داره. آره اینه Single Source DIJKSTRA Path Links. محال حفظش کنید. و توی اینجا حالا ما میخوایم باید بهش بگیم که میخوایم چه چیزی مبنای تحلیل باشه. خب اول گرافمون رو تعیین میکنیم که همون گرافمون که اسمش چی گذاشته بودیم. نیرست نودمون رو تعریف میکنیم، مبنایی که میخواد اون در واقع شبکه رو انجام بده. کاتافمون رو تعریف میکنیم که اونم گذاشته بودیمش اسمش کاتاف. و ویتمون رو تعریف میکنیم. ویت اون چیزیه که میخواد بر اساسش اون کار انجام بده که ما معمولا لنگس تا الان میذاشتیم ولی الان دیگه لنگس نیست دیگه، میخوایم از تایم 1 استفاده کنیم. خب پس اسای سرویس اریا بر اساس تایم 1 رو درست میکنه و میذارش توی به اسم متغیری که به اسم تایم 1. همین کار رو واسه تایم 2 هم انجام میدیم. فقط اینجا اسمش میذاریم تایم 2 و اینم تایم. ولی
بعد که این کار رو انجام دادیم میایم در واقع ساب گرافش هم به صورت متغیر، یعنی اون گرافی که ترسیم میشه بر اساس تایم 1 به صورت متغیر میذاریمش، میشه جی نقطه دیگه. الان این تحلیل شبکه ما دو تا ساب گراف داره، اون میشه اس ای تایم 1 حالا از این چیز پرانتز باز و بسته، از این میگیم یه کپی بگیره، نه از این نه، اینجا نه، پرانتز بگیره، یه کپی بگیره و بذارش توی متغیر ساب گراف تایم 1. اینم یه دونه دیگه هم درست میکنیم، همین کار رو برای تایم 2 درست میکنیم. طبیعتا خب اگه تعدادمون زیاد باشه میتونیم یه فور بنویسیم واسه این کار دیگه که مجبور نباشیم هی بسازیم. حالا توی این دوتا متغیری که خارج تعریف کرده بودیم، سرویس تایم 1 و سرویس تایم 2، اینا رو اپند میکنیم. میخوایم پرش کنیم دیگه. اپند همین ساب گراف رو، ساب گراف تایم 1 و حالا سرویس اریای 2 ساب گراف. خب براتون میره برای هر کدوم از فایر استیشن ها سرویس اریا رو محاسبه میکنه و توی 2 تا لیست ذخیره‌شون میکنه اون گراف حاصلشون. این کار رو انجام بدیم. cut off invalid perhaps forgot comma. آها آره ته این باید یک کاما میذاشتیم، اینجا هم باید یک کاما میذاشتیم چون کپی کردیم دوبار این مشکل برخورد. خب حالا که این در واقع سرویس تایم 1 و تایم 2 رو ساختیم که این توش یک مولتی گرافی در واقع توش ذخیره شده که حالا همینجوری قابل دیدن نیست، میتونیم در واقع نقشمون رو درست بکنیم، یعنی خروجی نقشه‌ایمون رو دیگه برای پلات بسازیم. طبیعتا باید مچ پلات لیبمون رو بیاریم برای اینکه نقشمون رو بسازیم. گفتیم پای پلات، نه پای از PLT میذاریم اینجا اسمشو. خب اول در واقع ساختار کلی نمودارمون رو تعریف میکنیم، میگیم میخوایم از OX پلات گراف استفاده کنیم چون ترسیم شبکه ها حالت خاص خودشونو دارن. شبکه‌ای که میخوایم استفاده کنیم جیه. حالا میگیم این میاد شو رو میذاریم فالس، کلوز رو میذاریم فالس برای اینکه اطلاعات خود شبکه خیلی روش آورده نشه، ولی یعنی خود شکل شبکه آورده نشه، ما فقط همین سرویس اریا رو میخوایم روش نشون بدیم ولی خودش رو باید بیاریم. فالس و نود سایزمون هم میذاریم 0. این از ساختار کلیمون. حالا البته بذار من اینا رو باز اینتر بزنم که میشه شو باز کلاس باز نود سایز 0. دیگه چه چیزایی میخوایم بذاریم؟ اج کالرمون رو میذاریم، اج کالرمون رو میذاریم یه لایت گری میذاریم باشه که خاکستری کم رنگ از معابر داشته باشیم و اندازه کلیش هم برای اینکه یک اندازه بزرگی باشه که ببینیم
اندازه کلی صفحه‌مون رو میذاریم یه اندازه مثلا 30 در 20. خب فکر کنم همینا کافی باشه. اما چه چیزایی میخوایم توی این نمودار دیده بشه؟ یه بار اون همون دوباره چون میخوایم کل محدوده بی باکسمون آورده بشه، یه بار دیگه مین اکس و مین وای و متغیرهای اینو تعریف میکنیم. نمیخوام برم اون بالا. ترتیبشون این بود. آره ماکس بای مساوی همون بی باکسی که داشتیم. نمیخوایم همه اون محدودمون توی نقشمون بیاد. میگیم توی محورامون set x لیمیت محدوده x لیمیتمون رو میذاریم بین مین x تا مین y. ببخشید مین x تا ماکس x و تو set y لیمیت رو میذاریم بین مین y و ماکس y. و حالا چون که توی هر کدوم از اون سرویس تایم 1 و سرویس تایم 2 برای هر کدوم از اون 6 تا فایر استیشن گرافای خودش کشیده بود دیگه. بخوایم تمام اینا ترسیم بشه یه فور باید بنویسیم. مثلا بگیم فور اس ای این سرویس اریای تایم 1 بیا OX از پلات گراف رو استفاده کن. چون در واقع ما میخوایم این دوتا با رنگ های مختلفی وارد بشند، اینا رو جداگونه میاریم. میگیم اسه رو وارد کن، آکسمون که مساوی آکسه، نود سایزمون که 0، ایجمون و لاین ویدمون به 2/2 میگن که اندازه کارمون حداقل ممکنه لاین ویده. اج کالرمون هم میذاریم مثلا یه رنگی مثل رد. خب پس میاد اینو خود شبکش هم میگیم نشون نده که فقط اینایی که وارد شده رو بیاد. این میشه برای سرویس اریای 1مون و همین رو برای سرویس اریای 2 هم تعریف میکنیم. فقط تفاوتش اینه که برای سرویس اریای 2مون میخوایم رنگش اینو میذاریم سرویس اریای 2، رنگ اینو فقط میذاریم به جای رد بلو باشه. خب این هم از این. حالا خود فایر استیشن هامون هم میخوایم رو نقشه مشخص بشه. فایر استیشن هامون هم پلات بشن دیگه. از همون دستورای جوپاندا میتونیم استفاده کنیم. اینجا آکسش مساوی آکس، مارکرش یه دونه فقط دایره باشه با صفر مشخص، با او مشخص میکنیم دایره رو و کالرش رو میذاریم گرین. مارکر سایزمون رو بزرگ میذاریم که دیدش.
سایز مثلا میذاریم 100 لیبل هم اینم گذاشتیم اینجا. مثلا یه دونه تایتل هم براش میذاریم، مثلا تایتل تو پرانتز فایر استیشن سرویس پریود تایم 1 تو پرانتز رد تایم 2 تو پرانتز بول. خب حالا اگه بگیم plt شو باید نقشمون رو ترسیم. حتی خب ایراداشو بگیره بعد ترسیم. لایت گری عجیب غریب شد. کجا راه اشتباه رفتیم؟ این اکسلمش که مینیکس و ماکسیکس درسته. آها اولین حدس من اینه که این وای و ماکس وای درسته، اینا هم که ترتیبشون درسته. بذار اصلا اینو من بردارم. ببینیم چجوری میشه. خب که برش بودم بعد از کلی بالا پایین کردن کد رسیدیم که اینجا تو کدی که نوشته بودیم نوشته بودم من اینجا این ویرم گفته بودم که از
ستون یو بخونه، برای همین ایراد گرفت. برنامه نویسی پر از این ایرادای کوچیک و بزرگ که از وقتا در حین نوشتن به وجود میاد و واقعا آدم رو گیج میکنه که چرا اجرا نمیشه. حالا ما اگه اینو درستش بکنیم، از اینجا دوباره همون کدی که نوشته بودیم رو ران کنیم، گفتیم 15 دقیقه. حالا من شاید کد رو یه خورده متغیرش در داده باشم، ولی ایراد اصلی اون تو همون کدی بود که اونجا نوشته بودیم. من یه خورده اینو کوچیکش کنم که ببینیم خروجیشو. این میشه محدوده تحت پوشش ایستگاه آتش نشانی توی اون محدوده‌ای که مشخص کرده بودیم. چون الان گفتم 5 دقیقه گرفتیم، خیلی این دو تا رنگ آبی و قرمز توی جاهایی با هم متفاوتند، ولی در کلیتشون شاید خیلی با هم فرقی نداشته باشن، ولی اگه زمان متفاوت گرفته بگیریم خیلی محدوده میتونه متفاوت باشه. حالا من این 15 دقیقه رو بکنم 5 دقیقه که یه خورده چیزی که بمونده محدودتر از کل موقعیت هم میشه. یه بار دیگه خروج جدیدم ببندیم و ببینیم و این تحلیل رو تمومش بکنیم. 5 دقیقه خیلی محدودتر شد. بذاریم با هم 15 دقیقه تمومش بکنیم که اینجا رو پوشش بدیم. خب این در واقع محتویات این جلسه از کلاسه که حالا توی جلسات حضوری با هم دیگه تمرینش میکنیم، ولی یه بخش عمده‌ای از در واقع ویدیو این کلاس به این گذشت که ما چجوری این داده ها رو بتونیم دانلود بکنیم. بعدش برای تحلیلش خیلی کار دشواری نبود، همون فرایندی بود که تو GIS انجام میدادیم، یعنی در واقع نتورک دیتا ستمون رو میساختیم و بعدش هم میمدیم در واقع حالا اون نوع بر اساس نوع تحلیلی که میخواستیم انجام بدیم اون عوارض رو میگرفتیم. اینجا ایستگاه آتش نشانی بودن و تحلیل سرویس اریا رو روشون انجام میدادیم و در نهایت نشونش میدادیم. این در واقع فرآیند کاری بود که انجام دادیم که حالا میشه برای بقیه انواع تحلیل های شبکه هم انجام شد. پس حالا این محتوای طولانی این جلسه رو همینجا تمومش میکنیم. حالا به جلسات حضوری با هم تمرینش میکنیم.